این 1000 سال بی‌دولتی که ما تلقین میکنیم از نظر جایگاه خود ما در منطقه چه تاثیر دارد؟ از نظر جایگاه بین المللی ما چه تاثیر دارد؟ مثلا باید همین برادرای همسایه به ما یک رحمتنامه دهند که شما از همین 1000 سال دست کشیده و ما همین را به نام خود کردیم. این بسیار مسئله سیاسی هم است، از نظر نه تنها علمی، از نظر سیاسی. از این رو من سوال میگذاشتم که آیا مثلا تاجیک‌ها در حقیقت 1000 سال آخر بی دولت بودند؟ آیا آنچه در 1000 سال گذشت به ما تعلق ندارد؟ آیا تاریخ 1000 ساله این منطقه از ما نیست؟ آیا ما در این پروسس در کجا بودیم؟ چرا باید خب چنین شرح شود؟ تاریخ در آستانه استقلالیت این گپ بسیار مهم است، زیرا استقلالیت فقط یک اکت حقوقی نیست، باید در افکار ما، مفهومای ما، ارزش‌های ما در سطح استقلالیت بازنگری شود. از این رو درباره 1000 سال بی‌دولتی من چی گفتنیم؟ دو ایراد هست به همین نظریه که یکم این که از نظر علمی چندان استوار نیست، دوم این که از نظر سیاسی و ایدئولوژی به منفعت ما نیست. در مجموع بین سقوط سامانیان سال 1005 و بین روز استقلال 1991 همین 1000 ساله رو میگن 1000 سال بی‌دولتی تاجیکان. ولی من همینجا 5 سوال گذاشتم که ما از نظر ایدئولوژی سیاسی سوالامون نگذاشتیم از علم سیاست. البته تاریخ نگارا باز جنبه فاکتولوژیش انشالله قوی میکنن، ولی گزارش مسئله مهم است. یکم این که آیا همین متدولوژی که دولت ها را با نام حاکمان، با نام خاندان های حاکم نام گذاریم، زمان ها را با نام اویله های خاندان های حاکم نام گذاریم، همین متدولوژی تا کجا درست است؟ چرا گیم که این دوره غزنویان است، این دوره سلجوقیان است، این دوره تیموریان است. این خودش یک متدولوژی بحثناک است. دوم اینکه آیا با توجه به ساختار، اندیشه و جهانبینی همان زمان، با توجه به تفکر سیاسی همان زمان که یک دوره تامیلی هست، اگر دیگه در علم جامعه شناسی میگیم که دوره ملی، دوره تامیلی، یعنی که دوره که ملت حالا همچون مفهوم شکل نگرفته است، در افکار سیاسی نیست، در ادراکنی سیاسی خیلی مفهوم نیست. بنابراین آیا ما میتونیم همین مفهوم ملت، مفهوم ملی رو به همون دولت‌های اون دوره تامیلی عصر میانگی منسوب کنیم و بگیم که چون مثلا غزنوی ترک بود همون دولت ترکان است، چون سلجوقی ترک بود این دولت ترکان است. و یعنی که از نظر اینم سوال متدولوژی. سوم این که این دولت ها در جغرافیای تاریخی ما فعالیت کردند، در ظرف ملی ما بودند، همین کوه و همین شهرها و همین زمین همون وقت هم بود، همین رود ورزاب در دوره غزنوی ها هم جاری بود، در دوره قراخانی ها هم جاری بود، در دوره سامانی ها هم، در دوره منقیتی ها هم جاری بود. ملت ما در همین تاریخ در کجا بود؟ یعنی در این دولت ها ما همچون اهالی بودیم، همچون بخش اداری بودیم، فرهنگ، ادبیات، زبان، دین خصوصا همیشه در اختیار تاجیک‌ها بود، علم همیشه در اختیار تاجیک‌ها بود. این 1000 سال بی‌دولتی که ما تلقین میکنیم از نظر جایگاه خود ما در منطقه چه تاثیر دارد؟ از نظر جایگاه بین المللی ما چه تاثیر دارد؟ مثلا باید همین برادرای همسایه به ما یک رحمتنامه دهند که شما از همین 1000 سال دست کشیده و ما همین را به نام خود کردیم. این بسیار مسئله سیاسی هم است، از نظر نه تنها علمی، از نظر سیاسی. اکنون اگر به همین 5 سوال یک نگاه کنیم که واقعیتش چی است، من فکر میکنم که همین علمی تاریخ شناسی ملی ما باید از اون متدولوژی قدرت محور به یک متدی آنتروپولوژی و مردم شناسی گذرد. یعنی تاریخ را نه از روی حاکمان مرحله بندی کنیم، بلکه از روی مردم، جامعه، واقعیتی که بود. اون وقت ما میبینیم که اگر ما
بگیم که مردم کجا بود، چی دولت بود، چی فرهنگی بود، چی ارزش ها بود، ما میبینیم که در مرکز این تاریخ ملت ما قرار دارد، نه محمود غزنوی یا که امیری منقید. از این رو اگر ما به متدولوژی انسان شناسی، آنتروپولوژی، البته آنتروپولوژی ولی از اکادمی هستن، دو معنا دارد. میدونی یک معنای عنعنوی در علم سویتی به معنای امو قیافه شناسی میشد، اما در علم حاضره جامعه شناسی آنتروپولوژی اصلا قیافه شناسی نیست، یعنی یک مردم شناسی، جامعه شناسی هست. من وقتی که شما در دانشگاه خارجی کورس آنتروپولوژی میخونه و اون کاری که گراسیموف میکرد چهره رو میشناخت، اون نیست اصلا. آنتروپولوژی علمی امی جامعه شناسی هست. بنابراین اگر تاریخ رو از دیدگاه جامعه شناسی نگاه کنیم، در مرکز تاریخ همین مردم ایستاده است، همین قوم ایستاده است، همین ملت ایستاده است، همین بابا و بیبی ما ایستاده است و از این رو اونها رو از تاریخ گرفته پرتوفتن به انصافی است و تمام این 1000 ساله رو به نام همه حاکمان ترک ثبت کردن به انصافی است. البته حقیقتی تاریخی و علمی یا بحث دیگر است، ولی اینجا من گفتم از نظر سیاسی. از نظری اگر سیاسی گیریم، بعض ملت های این منطقه در حالی که هیچ چیز ندارن برای خود تاریخ های چند هزار ساله دولت ساخته استودن. ما امیقدر تاریخی بزرگ در دستمون ای رو انکار میکنیم، میگه ما نبودیم، در وجه خودتون بودید. بنابراین در سطح علم جهانی هم این مشکل است. ببینید در سطح علم جهانی ما وقتی خود رو در جهان مطرح میکنیم همچون ملتی سابقه دار دولت دار، اوجا هم این 1000 سال غیبت خودمون از تاریخ یا غایب بودن خودمون باید این خیلی مطرح نکنیم. خب ممکن که در وقت نوشتن همین نظریه و تاریخ ها او شرقشناسا او کسا منفیت داشتن که همین خیلی مطرح کنند. چرا استقلالیت فکری فرا نرسد که ما گیم که این خیلی نبود، این خیلی بود. ملت تاجیک از جمله ملت هایی است که در جهان با دو چیز معروف است، یکی با دولت های بزرگ خود، دیگر با تمدن بزرگ خود. همین دو چیز است که در تاریخ ما نمونه بودیم و اگر دولت های بزرگ ما رو پیش رو آورید، ایمپریا های بزرگ ما رو پیش رو آورید، ما از بامداد تاریخ صاحب دولت بودیم و به بشر دولتداری رو آموختیم. ما استاد دولتداری برای بشر بودیم. این یک. دوم، از نظر فرهنگ و تمدن، تاجیکان ملتی هستند که به جهان یک سلسله بزرگی فرزندانی برومند اهل علم و فرهنگ و معرفت و دین و هنر را دادن که اونا بزرگترین نمایندگان تمدن بشری حساب میشن. اگر شما بعد امی مجلس در اینترنت همین را شاید بینید، در پیشی ساختمان یونسکو یعنی اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد یک مجسمه ایستاده است، 4 طاق بزرگان، یعنی 4 ایوان است، همین خیلی مثل همین منبر و از 4 طرف 4 نفر نشسته است، در زیرش نوشته است که 4 بزرگی تمدنی بشری و هر 4ش تاجیک است. یعنی ابن سینا، زکریای رازی، ابو ریحان بیرونی، عمر خیام، همین 4 کس در نزد یونسکو مجسمه ای که به 4 طرف نگاه دارن، نشسته 4 بزرگی تمدن جهان. پس همین است این ملت، این است فرزندانش، این است سطحش، این است سابقش. از این رو یک ملت با چنین سابقه دولت و با چنین سابقه تمدنی امروز در یک منطقه بسیار خرد کوهستان تنگ کرده و جا کرده شده است.
حدود امروزه جمهوری تاجیکستان 1% حدود امپریای ساسانیان است. 1%، قریب 1%. حدود امروزه جمهوری تاجیکستان حدوداً 3% امپری یا سرزمین دولتی سامانیان است. اگر همین اوج دولت سامانیان دوره نوح ثانی را در نظر گیریم، حدود دولت سامانیان حدوداً 3 میلیون کیلومتر مربع بوده است. 2 میلیون و 900 کیلومتر مربع. همین روز 141,000 کیلومتر مربع میگیم تاجیکستان. یعنی 2-3% همون دولت سامانیان مانده است در دستی همین ملت. خیطه بلخ و بخارا داد، سنت والا و دیوان داد، تخت سامان داد. یعنی کم کم آمده در یک کوهستان، در 1% از خاک تاریخیش مانده است با یک دولتی بسیار از نظر جغرافی، فقط از جغرافی میگم، خردی تاجیکستان. پس این آخرین یادگار ما از او دولت‌های بزرگ است. جمهوری تاجیکستان آخرین سرپناه تاریخی تاجیکان است. جمهوری تاجیکستان آخرین شانس تاجیکان برای همچون ملت باقی ماندن است. یعنی دیگر هیچ جای نیست که این ملت باقی ماند. در اون طرف شمال گیری در این 100 سال اخیر بیش از 20 میلیون تاجیک از بین رفت. در جنوب شما میبینید که امروز تاجیکان جنوب زیر یک ستم قومی قرار دارند و حتی حقوقی همین دانشگاهشون رو دانشگاه گفتن ندارند. برای کلمه دانشگاه طالبان جریمه میکنن، 40 دوره میزند. مثلا که شما دانشگاه میگوید، باید میگه پوهنتون میگوید. روز طالبان بالای دانشگاه بلخ مینویسن پوهنتون بلخ، شب با کدام تاجیکی با هویتی از جانش گذشته میره داره میکند دانشگاه بلخ. با سر طالبان میان مینویسن پوهنتون بلخ، با شب کدام پارتیزان تاجیک میره مینویسد دانشگاه بلخ. و چند توش کشتن فقط برای همین کلمه. انا احوال تاجیکان در این قسمت. این رو من چرا میگم؟ یعنی دولت، فقط دولت شرایط فراهم میکند که یک ملت باقی ماند. همین حالتی بی دولتی هست. پس وقتی ما میگیم که تاجیکستان آخرین پناهگاه تاجیکان، آخرین سرپناه مردم تاجیک، آخرین جایی که همچون ملت این ملت میتواند باقی ماند، معناش همین. انا برای همین این کشور ارزش آن را دارد که حمایت شود، دوست داشته شود. دیگر یگان پاره آن برای دادن نیست، دیگر جایی دادن، جایی باختن، جایی سپردن نیست. از همین رو من تزیس اساسی اولم این بود که حفظ دولتداری ملی امروزی ما با حفظ و بقای خود ملت پیوست است. از این رو مسئله بود و نبود تاجیکان با مسئله حفظ دولت جمهوری تاجیکستان پیوست است. از این رو حفظ تاجیکستان برای ما امروز مسئله حیاتی است. دیگه مسئله سیاسی است، مسئله حیاتی. سال 1924 این منطقه بزرگ آسیای مرکزی را وقتی تقسیم کردن، دشمنان و بدخواهان دولتداری تاجیکان اول اجازت ندادند که تاجیکان صاحب دولت شوند. در فرمان یکومی که با امضای لنین امضا شده است، نام تاجیکان و تاجیکستان نیست. نوشته است که آسیای مرکزی را بین ترکمن ها، ازبک ها و قزاق ها و قرقیز ها را تغییر کنید، تقسیم کنید. این تاجیکان نیست.
یعنی فرمان در ارخیو هست. ما همین نزدیکی برای سرحد بسیار حجت‌های ارخیو نگاه کردم. همین فرمان هست، فرمان لنین که نوشته است که آسیای مرکزی رو بین ازبک ها، ترکمن ها و قرقیز ها به 3 دولت تقسیم کرد. نیست توجیکا. دوم، بعدی که جنجال‌های زیاد نماینده‌های توجیکان کردن، در میانه سال 24 قرار شد که در ترکیب ازبکستان ولایت تاجیکستان تأسیس شود. یعنی نقشه اول ده نوشته بود ولایت تاجیکستان و ولایت تاجیکستان همگی 3 منطقه رو در بر میگرفت: مسچو، دوشنبه و نمیخ غرم. تمام همین ولایت تاجیکستان بود. باز بعد که قهرمانای ما مثل نصرت الله مخزوم خصوصا در این مبارزه تلاش کردن، اخیر راضی شدند که استراوشان و اوروتپا و پنجکین و کلوب و قرغان تپه را همراه کردند. این شد جمهوری اتونومی تاجیکستان. خب برای همین اگر شما همین فرمان تأسیسی تاجیکستان ببینید، در اونجا نوشته است پونکت 1 جمهوری شوروی اتونومی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس شود. بند 2 اوروتپا و پنجکین به آن همراه شود. چه میخواد نوشته است؟ چون که در اول اینا نداده بودن، اینا نبود اول. بعد در اون فرمان امروز آخر گفتن پونکت 2 نباشه. در اون فرمان چرا باید نویسد؟ در اونجا نوشته که اوروتپا و پنجکین به آن همراه شود. خب بعداً با تلاش‌های قهرمان ملی شیرین‌شاه و تیمور، پامیر نام داشت بدخشان، پامیر هم به تاجیکستان یکجا شده و جمهوری مختار اتونومی تاجیکستان به وجود آمد. ببینید اینا پاره قدم به قدم کنده گرفتن و بعداً سال 1929 بعدی بخصوص تلاش‌های نصرت الله مخزوم، شیرین‌شاه و تیمور، استاد عینی و عبدالقادر محی‌الدینوف، استاد لاهوتی و غیره، حکومت شوروی راضی شد که تاجیکستان را از ترکیب ازبکستان برآورد. در آخر گفتن که یک ناحیه ولایت سمرقند یعنی خوجند داده شود. تمام. بنابراین وقتی برآمدن تاجیکستان همین منطقه خوجند خوجند، کونیبودوم، اسفره رو هم گرفته برآمد. حتی ناحیه‌هایی بودن که برای پیوستن به تاجیکستان شورش کردن، از جمله شهر کونیبودوم. همین شهر کونیبودوم برای به تاجیکستان پیوست شدن قیام کرده شورش. وقتی که کلینین رئیس شورای عالی اتحاد شوروی با پویزد از تاشکند میرفت به کونیبودوم که میگذشت، اونا روی پویزد بستن، مردم کونیبودوم در روی راه ششتن. کلینین مجبور از پویزد فرامد، گفت که چی میخواهید؟ گفتن که ما را به تاجیکستان گذرونید، ما مردم تاجیکیم. یعنی ناحیه قهرمان است که همه را باید همه دونن. این یگانه ناحیه است که برای به تاجیکستان پیوستن قیام کردگی است. پس ببینید که در 7-8 قرار کتی یک قدم یک رایون یک ولایت این جمهوری رو جمع کرده گرفتن، اینقدر کنده گرفته توانستن. بنابراین قهرمانی همین 2 نفر بزرگی ما نصرت الله مخزوم و شیرین‌شاه و تیمور در همین بود که اونا در فضایی که هیچ کس نمیخواست دولت تاجیکان باشد، قدم به قدم، ناحیه به ناحیه، ولایت به ولایت، همین قدرش کنده گرفته تونستن. پس این جمهوری همین خیلی تشکیل نشده است. این جمهوری در نتیجه چنین تلاش ها تشکیل شده است و هر دوی این قهرمان به همین خاطر کشته شدند، هم شیرین‌شاه هم نصرت الله مخزوم. و مکتوباشون به استالین، با حکومت شوروی، به چچرین در ارخیوا هست که چگونه اونو اعتراضا کردن، نوشتن، گفتن و هر دوش در همین راه کشته شدند. پس این جمهوری یادگار است از اون بزرگای تاریخمون، از قهرمانای ملیمون و اون رو با سال 92 یک امتحان بزرگ
پیش آمد که در آستانه فروپاشی شد. باز این قهرمانی پیشوای ملت در دوره نوی تاریخ که کشور را جمع کردند، یکسر کردند، متحد کردند، باز برای تاریخ راست کردند. وگرنه خطر فروپاشیش در سال 92 بسیار واقعی بود. بنابراین هر یک صحیفه تاریخ پر از قهرمانی، پر از خون، پر از تلاش. انا این است که ما میگیم که این دولت که ما امروز داریم این مفت به دست نآمده است، آسان به دست نآمده است و این آخرین شانس ماست، او باید حفظ شود. میریم یک دانشگاه بزرگ فرانسه، اگر در بالای درش نوشته است که دانش قدرت است. میگه که بینید فیلسوف عصر 20 ما گفته است که دانش قدرت است. ما را در بالای دانشگاه نوشتیم. همین گفت بزرگترین سخن. با من گفتن که همین در ما 1000 سال پیش بود. توانا بود هر کی دانا بود. همین که توانا این قدرت است. به زبان تاجیک قدرت به عربی توانا بود هر کی دانا بود. همین تزیسه ما 1000 سال پیش داشتیم. ولی همه هیئت ما چه سخنی بزرگ گفته، این آدمی بزرگ انا گپ با میگردن طرف ما انا گپ ولی این گپ 1000 سال در فرنگ تو بود آخه، اما چون نمیدونیم میگیم انا گپ. ما در اون سطح تمدن خودمون نیستیم. احیای تاریخی تاجیکان. احیای تاریخی تاجیکان چی معنی دارد؟ ما بودیم، ما اینجا نرفتیم، ولی امین سالی 91-92 سالهای اولی استقلال بسیار ارزشایی که امروز هم خیلی عادی گپ میزنیم ما نمیدونستیم. بنابراین ما در پشت سرمون یک تمدنی بزرگ اما عملا از او بریده شده بودیم. برای همین یکی از سیاستایی که در همین دوره شد بازگشت یا پیوندی مردم با اون تمدنی بزرگ و در نتیجه شما بینید یک سلسله جشنها شد. جشنی مثلا 3 نمود جشن داریم. یکم جشن شخصیت ها، نمیگیم 1000 سالگی فردوسی، 1300 سالگی امام اعظم، از امام بخاری، میم 1000 سالگی ناصر خسرو، 800 سالگی مولانا، از کمال خوجندی، جامی. ما به جهانی قدر بزرگ هدیه کردیم. اینا بزرگترین سرمایه ما هستند. اینا سهم ملت ما در تمدن جهانی هستند. 3000 سالگی حصار، 2700 سالگی کلوب، 5500 سالگی سرازم. اینا جشن میگیرن هر سال با اثرهای، مثلا میگه که سیمپوزیوم نوروز، سیمپوزیوم 6 مقام، سیمپوزیوم فلک، کنفرانس این، همه همین یک هدف داشتن. یعنی انمی مردم، نسل امروز مردم رو، حالی ما خلق تاجیک میگیم به طور ابسترکت، امی در تمام تاریخ هم مفهوم است، لیکن نسل امروز امی تاجیکان با انمو تمدنی بزرگ دیگه پیوند نداشت. شما نطقای سال 94 بینید، درباره نوروز گپ میزنیم باید اول فهمونم که این چیست. درباره صده گپ زنیم باید فهمونیم این چیست. درباره امام اعظم گپ زنیم اول گیم این کیست. یعنی ما گویا که دوباره تولد شدیم همچون ملت. دوباره همون افتخارامون برگردوندیم. و این چرا لازم است؟ برای این لازم است که اگر ملت همون خودش دوامی همون تمدن احساس کند، حاضر ما دیدیم چی خیلی گفتیم، انمون درفش کاویانی آور در پرچم پرزیدنت زدن. یعنی که ما دوامی همون تمدنیم، ما صاحبی همون تمدنیم. این بسیار مهم است، زیرا ما باید احساس کنیم که ما یگان ملتی بیریشه نیستیم، ما یگان ملتی نوپیدا نیستیم، ما دوامی همون تمدن 1000 ساله، چند هزار ساله ایم. این بسیار مهم بود که نامش در علم سیاست میشه اعتماد ملی را احیا کند، خودباوری ملی را با وجود بیارد. زیرا آدم اگر داند که در پشت یک تمدن است، هم موقعش دیگر میشه، هم رفتارش دیگر میشه، هم جهان بینیش، هم مناسبتش با عالم. این همی معرکه ها دم روی یگان کس بچه یگان ایشان با آدمی کلام باشه، علاقه مناسبت با او دیگر است.
او هم خودش احساس میکنه که من فرزندی فلانی. همین یا که مردمی منطقه‌ای مرکز و جنوب اگر خفه کنی چی میگن؟ ای بچه من بچه جایره نیستم دتا. یعنی که بچه جایره معناش این که به اصل و نسب. همخینه؟ به اصل و نسب نیست، من فرزندی آدمای بزرگ. بنابراین ما اگر خیلی به زبانی بگیم یعنی که ما میخواستیم بگیم که تاجیکا بچه جایره نیست، این تمدنی 1000 ساله 10,000 ساله پشتش است، 7,000 ساله پشتش است. این پیوندی ما با همین تمدن بسیار مهم بود و این بسیار مهم است. ولی اگر وقتی ما نمیدونیم بعد شیفته هر چی بشیم.